زاده قبل از جام جهانی هر دو پا رو عمل کرد. یعنی جوری بود که میدونید بازی اول اصلا نتونست وایسه دیگه. یعنی اینقدر باحال اصلا یوگسلاوی که ما بازی رو باختیم این کاشته من. خب با من خیلی رابطه خوبی داشت که من جوونم بودم همیشه من گفت دیدم چیکار کنم، گفت بشین فشار بده پایین منو سمت کنم. واسه ما نشستیم و فشار تا این زانوش اینجا خامش. باشه دیگه بعد 22 سال قبول نکرد. بعد گفت برو دستشویی هم نمیشه زانو بعد دیگه. او هم رو بیاد سرنگ علی سرنگ گفت آوردم گفت تو ما نمیتونی بریم تو ما لا میشن گفت زدید رو کشید یه دونه سرنگ بزرگ نابه و هر چیزی بود کشید خودش. آره تو برو خالی کن گفت آقا ولمون کن ما رو بعد خلاصه بردم ریزم و اومدم برگشتم گفت بشین اون یکی گفتم بابا ول کن آقا دوباره اون یکی رو دوباره همین سرنگ رو دیگه چیزی نگه گفتم نه آقا چیکار کنم گفت من آمریکا تو گلم گفتم آقا تمرین نمی‌کنی گفت آمریکا تو گلم